مقایسه 12 تا از محبوب ترین تن ماهی بازار ایران به کامل ترین بررسی کنسروهای ماهی با روکو خوش اومدین. از بسته‌بندی شروع کنیم. تقریبا برای من همه یکیه به غیر از تاپسی که با این در شفافش خودشو از همه متمایز کرد. کالچر با طراحی ساده و مینیمال و مکنزی هم با طرح خوشفازش به نظرم بین بقیه خاص‌تر اومدن. قیمت تقریبا همه توی رنج قیمتن به غیر از تاپسی که با اختلاف گرونترینه و ایلیکا و کالچر هم تو رتبه بعدیه. حالا همشون میرن برای 20 دقیقه جوشیدن به جز تاپسی که نیاز به این کار نداره. حالا تو این کنسروا چه خبره؟ کالری ایلیکا و تحفه کم کالری ترین و تاپسی مکنزی شیلتون و لادن جزء پر کالری ترینا. بریم سراغ باف. اینجاست که تفاوت‌ها خودشونو نشون میده. ماهی داخل همشون حبور و گیدرن، از این بابت فرقی ندارن. پولک، تاپسی، کالچر درشترین تیکا با کمترین میزان ماهی خورده داشتن. طعم و مزه اینجای کار واقعا سلیقه است. بعضیاشون خوشنمک و طعم غالب‌تری از ماهی دارن و بعضیاشون برعکس. به نظر من دلپذیر و کالچر برای کسی که میخواد طعمی کمتر از ماهی بگیره خوبه. لادن اگه میخوای بافت نرم‌تر رو تجربه کنی و مکنزی، کانلا و پولک برای تست تایم بالانس. برسیم به جنبندی. اگه میخوای بری کم یا به هر دلیلی جوشوندن کنسرو برات مهیا نیست، تاپسی بهترین گزینه است. اگه دنبال کیفیت خوب با طعم ملوتر از ماهی هستی، باید بری دنبال کالچر. و اگه میخوای در کنار کیفیت خوب کالری کمتر بگیری، طعم بالانسی داشته باشه، در کنار قیمت منطقی، پولک رو انتخاب کن.